انصاری، شما آمدی فرمودی که آقا هر کس، این حدیث شیعه است، درست هم هست، حدیث سنی هم هست، به پیغمبر اسلام دروغ ببندد مرتد، کافر، زندیق، فلان فلانه. من نمیگم این چیزی که شما میگید این مصداقشه، ولی شما برای من یک سند بیاور که جناب ابوبکر گفت که انبیا اسم باقی نمیگذارن. یک سند، ایشون خودش فقط روایت کرده. مرد باش، جگر داشته باش، یک سند برای من بیار صحیح که غیر از ابوبکر کسی اینو گفته باشه. آیا حرف شما درباره مرتد بودن من شیعه و مرتد بودن کتب شیعه و علامه کلینی و مجلسی و آیت الله قزوینی و غیرهم درست هست و خدای نکرده نعوذ بالله مرتد بودن آقای ابوبکر هم میگی یک نفر گفته، این حدیثتون متواتره، این حدیثتون اصلا صحیحه که گفته انبیا ارث باقی نمیگذارن؟ من عادت دارم که هیچ مطلبی رو بی جواب نگذارم. از تأسیس شبکه تا حالا همین روش و منهج ما بوده. آقای باقری، خواهش میکنم حرفای گنده نزن. یعنی وقتی گاهی اوقات من میگم که تحدی میکنم یک مرد پیدا بشه که از دروغ قزوینی دفاع بکنه، میدونم که همچین مردی در کل مذهب شیعه تا هنوز از مادر به دنیا نیامده که از این دروغ قزوینی یا دروغای دیگرش دفاع بکنه. وقتی که محمد انصاری اینطوری تحدی میکنه، تحدی مردانه است. اگر یک مرد در مذهب شیعه به دنیا اومده که از دروغ قزوینی دفاع بکنه، زنگ بزنه دفاع بکنه. بعد ادای منو در نیار که بیاد تو در مورد این حدیث اننا معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقه، در مورد این تحدی میکنم که صحبت بکن اگر غیرت داری. باقری جان، غیرت منو بر از قزوینی بپرس که پدر سوختش در اومده. غیرت منو بر از شریفی بپرس که تو خونه نشسته دیگه جرئت نمیکنه که زنگ بزنه. و اگر بیشتر از اینم میخوای که غیرت منو درک بکنی و احساس بکنی، من در خدمتت هستم. دوستان نشون بدن این صفحه کتاب صحیح بخاری است، باب کتاب فرائض. این حدیثی که سیدنا و حبیبنا ابوبکر صدیق خلیفت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خار چشم روافض دشمنان، میفرمایند که سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول لا نورث ما ترکناه صدقه. این روایت در اینجا گفتن که شما این رو ثابت بکنید. من اصلا به این حدیثی که اینجا در کتاب اهل سنت هست اصلا هیچ کاری باش ندارم. نیازی هم ندارم که برای تو ثابت بکنم این صحیح هست یا نیست. ما قبولش داریم، حدیث صحیح هست. تو که قبول نداری بخاری رو، الان من برات ثابت میکنم که کیف بکنی. کتاب الکافی، صحیح‌ترین کتابتون بعد از قرآن کریم، محمد ابن یعقوب کلینی، باب در اینجا احمد جون شما باب 4 حدیث اول، طبق اعتقاد کلینی در هر کتابی که کتاب فضل العلم صفحه 27 مطلبی که اولین حدیثی که میاره صحیح ترین حدیث در اون باب هست. در اینجا از ابی عبدالله امام جعفر صادق قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، روایت طولانی است، در آخرش ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما، انبیا دینار و درهم به ارث نمیگذارن، ولکن ورثوا علم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر. انبیا که هستن علم رو به ارث میگذارن، کسی که از این بگیره به اصطلاح حظ وافری رو دریافت کرده. این از کتاب کلینی، صحیح ترین کتابتون. روایت هم روایت صحیح هست. اگر صحیح نیست میتونید تماس بگیرید و غیرش رو ثابت بکنید. تشکر میکنم احمد جان. روایت بعدی در کتاب البرهان فی تفسیر قرآن از هاشم بهرانی صفحه 15، روایت 10 از ابی عبدالله ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا انما ورثوا الاحادیث من احادیث فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ بحظ وافر. انبیا درهم و دیناری به ارث نمیگذارند بلکه احادیثشون رو به ارث میگذارند. از ابو عبدالله امام جعفر صادق، روایت 10 صفحه 15 فی فضل علم والمتعلم البرهان فی تفسیر القرآن.
تشکر احمد جان. کیف کردی آقای باقری. سومیشو بگیر. الحکومت الاسلامیه الامام المجاهد سید روح الله الخمینی کشف الله سره و علیه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. صفحه 93 در روایت ابی عبدالله قال رسول الله ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. همین روایت رو در اینجا آورد. در کتاب یک مطلب خیلی جالب به خدمت شما عزیزان نشون بدم. اینا داد میزنن که ابوبکر گفت که ما انبیا چیزی به ارث نمیگذاریم، چیزی که به ارث بگذاریم صدقه است و فلان است و علان است. این کتاب کافی. احمد جان نشون بده. در صفحه 83 باب 68 علی ابن ابراهیم روایت میکنه از ابی جعفر امام محمد باقر قال، ایشون فرمودن النساء لا یرثن من الارض ولا من العقار شیئا. زنها از زمین و از عقار یعنی جای مسکونی، خونه، ساختمان، چیزی رو به ارث نمیبرن. احمد جان نشون بده. اینا داد میزنن که فدک ارث فاطمه رضی الله تعالی عنها بوده. خودشون در کتاب کافی در بابی است که ان النساء لا یرثن من العقار شیئا، که زنها از زمین و خونه چیزی به ارث نمیبرن. این فقه شیعه است. باب در این مورد زده، باب 67 کتاب کافی، که امام محمد باقر میگه که زنها از زمین و از عقار یا جای مسکونی، خونه، این جایداد چیزی رو به ارث نمیبرن، برخلاف اهل سنت، برخلاف عموم مسلمان ها. این باب زده در این مورد در کتاب کافی. چون میاد علیکی ادعا میکنید که یعنی فاطمه رضی الله تعالی عنها از عقار و از زمین چیزی به ارث میبره، اما در فقه شما این چیز نیست. از سنن تاریخی فی القرآن سید محمد باقر صدر، این را در صفحه 188 این معاشر الانبیاء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا عقارا. ما انبیا به ارث نمیگذاریم طلا، نقره و زمین، خونه به ارث نمیگذاریم. انما نورث العلم، بلکه این علم است که به ارث میگذاریم. آقای باقری اینم خدمت شما. دیگه حواست باشه که با من از این تحدی‌های تو خالی نکنی.